هستیم و ازتون دعوت میکنیم که ما رو همراهی کنید. گرمترین سلام های من رو هم پذیرا باشید و امیدوارم کامنت این هفته مورد توجهتون قرار بگیره. بله، ما میخوایم کامنت این هفته رو با یک هشدار خیلی جدی، یک اخطار و یک اتمام حجت شروع کنیم. بابک از طرف کی؟ بوفالوی ولایت. بوفالوی ولایت. بله. ببینیم چی گفته هشدار. هر صدایی و هر نوع زمزمه‌ای از غیر مقام رهبری در این مملکت بلند بشود، ما او صدا و او زمزمه را شیطانی میدانیم. دیدی؟ میگه صدا فقط صدای کینگ مجتبی، زمزمه فقط زمزمه کینگ مجتبی. کدوم صدا کدوم زمزمه؟ مگه تو تا حالا صدایی زمزمه از این موجود شنیدی؟ از دیوار صدا در اومده، از کینگ مجتبی صدا در نیومده. این ننه که البته میگم مادرش زنده است، این پدر مرده اصلا صدایی ازش در نمیاد. میگن تنها جمله موثقی که یعنی شنیدن ازش که گفته این بوده که توی کلیپی گفته این هفته کلاس تشکیل نمی شود، که بسیجیان ورداشتن همین جمله رو نوشتن رو دیوارا، زیرش نوشتن رهبر معظم. اینی که گفته مال زمان ولیعهدیشه. الان جمله ما ازش نشنیدیم، کسی هم نشنیده. فکر کنم الان سیستم ارتباطیش یه چیزی تو مایه های یه سکانس از این فیلم باشه. فیلم رو ببینیم. البته من از دستاندرکاران این فیلم، بینندگانش، هنرپیشه‌هاش، همه دستاندرکاران معذرت میخوام، چون این فیلم یک پیام انسانی داشته. 100 روی 100 با مجتبی خامنه‌ای فاصله داره، اما فقط برای تفهیم تفاهم مکانیزم استفاده کردیم از این فیلم. بعد الان یعنی سر و صورتش هم مثل همین سکانسی که نشون دادی باندپیچی وضعیت. نه. الان آخرین وضعیتش این نیست. یه بسیجی باش تماس گرفته، تصویری که از مجتبی کینگ مجتبی اومده رو صفحه گوشیش اینه. البته تنها تصویر مشترکی که از کینگ مجتبی تو اذهان بسیجی‌ها وجود داره همون امام مقواییه. البته الان نوح خونی بازارش تو ولایت داغ، البته همیشه داغ بوده، الان از همیشه داغتره. کار اصلیشون هم اینه که این بحران جانشینی رو حل کنن و این موجود یعنی کینگ مجتبی رو تو ذهن و مغز نداشته بسیجی‌ها به عنوان مقام معظم رهبری جا بندازن. پدر از میان ما رفته ولی پسرش باز علمدار شده. زمان شکار است، زمان شکار است. گفت شکار؟ بله شکار. آقا کدوم شکار؟ بابا اینا هنوز ولی فقیهشون رو چال نکردن، بعد صحبت شکار میکنه. آره گفتی ولی فقیه رو چال کردن، این خود چال کردن ولی فقیه یک ابر بحران و چالش شده تو نظام. اصلا اضافه شده به همه بحران ها، اصلا بالای همه اصلی ترین بحرانشون شده. چون اون یکی ولی فقیهشون بهش میگفتن گور به گور، این یکی اصلا لب گور گیر کرده، تو گور نمیره. و مظلومیتش این است که امروز 27 روز از شهادت اماممان میگذرد و هنوز نتوانسته ایم عزاداری درستی برای اماممان انجام بدیم، نتوانستیم مراسم تشییعش رو انجام بدیم، برای این ملت جانش رو داد و حتی الان هم همچنان مظلومیتش باقی است. خب این امام شهیدمانه، اما دشمنان او را بد معرفی میکنن، او را دیکتاتور میخوانند. حالا الان کجاست جسم ناقصش؟ حالا در مورد اون که جسم این ناقص عظما کجاست گمان زنی های زیادیه، ولی یه عکسی به دست ما رسیده که اینجوری نگرش میدارن فعلا. تازه چند روز دیگه 40مش هم میرسه دیگه. آره جالب اینه که تنها مرده‌ای که تو 40 خودش هم شرکت میکنه. یعنی اگه تا اون موقع دفنش تو نکنه کتابای گینس آورد مرده‌ای که توانست در 40 خودش هم شرکت کنه. ولی حالا وضعیت بسیجی‌ها تو این اوضاع احوال چی؟ بسیجی‌ها کاری ندارن، بهشون گفتن موشک بخوریم پیروزیم، نخوریم پیروزیم. یاد نیست گفتن لاریجانی اگه زیر آوارم باشه پیروزیم، نباشه پیروزیم. اونا دارن کل میکشن واسه خودشون دنیای میگن بیخبری خوشخبری، اونا هم کل میکشن دارن. دیگه صدای خامنه‌ای هم در اومده دیگه. صدای خامنه‌ای هم کل کشیدن اینا.
حالا همه این اتفاقات در حالی داره میفته که زمزمه های مذاکره و اینام تو رژیم شنیده میشه. اونو میخوان چیکار کنن؟ کارشناسای نظام فکر اینم کردن، چطوری؟ زمینه اونم آماده میکنن. چطوری؟ بله، یکیشون میاد یک خاطره از نرمش قهرمانانه خامنه‌ای میگه، 4 تا جمله مثل این شروع میکنه زمینی سازی برای نرمش قهرمانانه بعدی. برخی از عناصر کم دانش سیاسی یا کم فهم سیاسی خورده میگرفتن که حتما تحت فشار ایشون تن داده به مذاکره و یک جوری لطمه میزدن به شأن و شخصیت ایشون، در حالی که به حسب ظاهر خودشون رو طرفدار ولایت هم معرفی میکردن. خب این که مال زمان خامنه‌ای اول بود، خامنه‌ای دوم چی؟ خب برای اینم راه حل داره. یکی از کارشناساشون اومده گفته اگه کینگ مجتبی بگه مذاکره، ما هم بگیم مذاکره، یک لگد محکم هم میزنیم به تابوت خامنه‌ای اول. همین الان هر فرمانی از حضرت آقا بیاد همون مذاکره، چه نبرد چه مذاکره، هر چی بیاد و مطمئن باشید همسال آقای دکتر قالی باقر ها اینا بدون هماهنگی و خواست حضرت آقا هیچ تصمیمی نمیگیره. میدونیم که حضرت آقا خیر مردم. این انا کارشناس بود؟ این چیکاره است؟ وزیر خارجه است، دبیر شورای امنیت رژیمه، این که مداحه که بابا رژیم آخوندی اصلا مگه وزیر خارجه میخواد؟ نمیدونم چی گفتی؟ مشاور دبیر شورای. تمام کار دست همین آخوند، همین مده هاست. اینا 4 تا مده میخونن. اینا میدونی که همیشه دور و بر خامنه‌ای میپلکیدن، 4 تا نوحه میخونن و کارا رو چفت جور میکنن. تمام اینا اصلا همه کاره رژیم اینا. برگرد ببین چی میبینی انتهای رواق. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. ولی بابک قضیه به این سادگی ها هم نیست. بسیجی ها با این حرفا رکب نمیخورن. ببین این جوجه بسیجی، جوجه تئوریسین نظام چی داره میگه؟ مذاکره رو میگه مذاکره پذاکره. قشنگ معلومه تو کتش نمیره. عجیبه مثل تنگه هرمز افتاده دست سردار تنگسیری، نمیدونم چه به صورت ایشون هم به شوخی نوشتن گفته آقا مذاکره پذاکره چی؟ تنگر که دست من خبری نیستش. خب این جوجه بسیجی خیلی عقب افتاده است، تو یک فاز نه چند فاز عقب تره. ببین این داستان صحبت‌های رائفی پور و عقب بودنش از وضعیت فعلی من یاد اون داستان فیلم بودی آلم که دوست داشت موسیقی بزنه تو گروه خیابانی، رفت ویولنسل انتخاب کرده بود، تا صندلیشو میذاشت ویولنسل رو جا درست کنه گروه رفته بود. یعنی همینقدر تغییر فاز داشت، هیچ موقع با اون گروه به اصطلاح هماهنگ نشد. حالا اینم حرفایی میزنه که مال مثلا 2 مدار قبله. یعنی بقیه تو رژیم یه ساز دیگه میزنن، این یه ساز دیگه میزنه. اصلا نه وقت نمیکنه ساز بزنه. اون فیلم ببینی مثلا وقت نمیکنه ساز. ولی بابک اینایی که تو گفتی هیچ کدوم کارشناس نیستن. کارشناس ولایت مدار ولایت معاش میخوای اینه، اسمش هست عبدالکریمی. تئوریاش هم خیلی حال بسیجی ها رو خوب میکنه. ببین میگه اصلا نظام با این جنگ وارد یک سطح تمدنی جدید شده، اصلا توی لیگ دیگه داره بازی میکنه. که متری کارشناسی میکنه، متری پول میگیره. ببین به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ این جنگ اینه که ما سرآغاز یک رنسانس عظیم هستیم. اولا همه ساختارها از جمله ساختار صدا سیما باید با این تحول همراه باشه. ما دیگه ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، امر اجتماعی، امر سیاسیمون نمیتونه بعد از لیگ بازیمون آقای دکتر حسینی عوض شده. ما دیگه در واقع کشوری نیستیم که همواره با خطر حمله خارجی و سرنگونی حاکمیت و دائما میخوایم از خودمون دفاع کنیم. از یک سطح بازی به یک سطح دیگه داریم وارد میشیم، وارد یک سطح تمدنی دیگه میشیم و دیگه بعد خردمندان قوم میان تو صحنه. اولا به من بگو هر موقع یک کلیپی و ویدیویی از این آدمای رژیم نشون میدی بگو مال کیه؟ این مال کیه؟ این مال روزای اول جنگ.
خب اون روزای اول جنگ از اینا میگفت. الان باکش خالی شده، گوشاش آویزون شده، رفته نامه درخواست آتش بس امضا کرده و الان نقطه فعلیش اینه. یعنی صدای همریشاش هم در اومده. صدای همریشاش هم در اومده. مخصوصا حالا از آقای بیژن عبدالکریمی خیلی تعجب میکنم که ایشون حالا غرب شناس هستن، چطور این بیانیه رو شاید نخوانده امضا کردن. این چه امضاییه؟ ایشون که هر جا میشینن از مقاومت صحبت میکنن، حالا دعوت به صلح و سازش و آتش بس و دیپلماسی چی شد؟ مقاومت خشکی تمام شد؟ خسته شدید؟ عجب خوش شده کامل پس. بله. دیدی اصلا سطح تمدنی رو ول کرده، لیگ جدید هم ول کرده، لیگ 2 دسته 2 3 هم ول کرده، رفته تو لیگ محلات داره تو زمین خاکی فوتبال اصلا بازی میکنه. شودیه ضرب میزنه. آقا همه رو گفتی، اسمی از مشاور نظامی کینگ مجتبی نبردی. سبزعلی رضایی جدیداً طرحی فرمول این چیزایی ارائه نکرده. اون میشه باشه و طرح نداشته باشه. طرح جدید اتفاقا یه طرح جدید داره، یک تصویر کامل و کلی از وضعیت سپاه پاسداران رو ارائه کرده. بله. نقشه ما اگه بخوام یه تصویری به مردم عزیزمون بدم، یک اژدهایی که حلزونی حرکت میکنه. حلزون که میدونی از یه نقطه شروع میشه، بعد هی دایرهایی که میکشه این دایرهای وسیع‌تر میشه، یعنی این دایره هی بزرگتر میشه. ما اژدهای حلزونی داریم حرکت میکنه. اجدهای حلزونی؟ تعجب اجدهای حلزونی دیگه چیه؟ بابا اجدها کجا؟ حلزون کجا؟ چی میگه این؟ ای بابا این اسمش دکتر سبزعلی رضایی، دکترای اقتصاد با معدل 12 گرفته با گرایش پول. چند نفر تو دنیا دکترای اقتصاد با گرایش پول دارن؟ معدل 19. معدل 19. بعد این نمیتونه اجدهای حلزونی درست کنه. تازه بگه درست کردن اجدهای حلزونی از کرونایا به مستعان سخت‌تره. بیا اینا فیلمش هم نشون داده کامل داره کار میکنه. درست کرده. آره داره کار میکنه. Trap house with a gun, no sleep all week, cause we get about a ton. I was 18 like a G bitch on the run. مگه این سبزعلی رضایی نمیگه که دارن به صورت اژدهای حلزونی حرکت میکنن؟ خب من میگم همینجوری به صورت اژدهای حلزونی برن تا کاخ سفید رو بگیرن دیگه. چرا از قالیباف تا امام جمعه های خامنه ای همه هی میگن خیابان خیابان خیابان؟ بله درد خیابان گرفت. آره. خالی شدن خیابان و میادین میتونه به عنوان نشانه از اختلال و ضعف در محاسبات دشمن اثر بگذاره. جنگ ترکیبی از میدان تا ذهن جامعه جریان داره. ما امروز با نوعی جنگ مواجهیم که مرز میان جبهه نظامی و عرصه اجتماعی رو در نوردیده. آقا جنگ یا زمینیه که خب خط مقدم داره، یا هوایی که پدافند داره. خیابون چیه این وسط؟ ببین این دقیقاً این خط درست اینا تو خیابون بستن. تهدید اینا میدونن، نه هواست و بمب سنگر شکن، نه نمیدونم یه حمله از مرز. دقیقاً جایی که باید دیگه خیابون و مردمی که آماده بند از بند این رژیم بکشن. دقیقاً اینجا رو درست گفتن، باید خیابون رو ول نکرد. بعضی ها میگن ما میخوایم آزاد باشیم. میگیم میخوای چه کار کنیم؟ میگه میخوام براندازی کنم. بنده 20 سال در دانشگاه بیش از 1000 و 2000 دانشجو سر کلاسم بوده. گفتم عقل خودتون را قاضی کنید. هیچ نظامی میاد اجازه بدهد که خودش را براندازی کنند؟ جالبه این امام جمعه های خامنه ای حرفاشون رو خوب کنار هم چیدن. اولی میگه خیابون، دومی میگه براندازی، سومی هم میاد این براندازی رو ترجمه میکنه، آدرس برانداز اصلی رو میده. ما اگه از شر منافقان منطقه آزاد بودیم، از شر منافقان داخلی آزاد بودیم، آمریکا و اسرائیل غلط میکردن به جمهوری اسلامی ایران تجاوز کنن.
غلط میکردن این جنایت های وحشیانه مرتکب بشن. متاسفانه ما قبل از که چوب آمریکا و اسرائیل جنایتکار جنون آمیز رو بخوریم، چوب منافقان منطقه‌ای و داخلی رو میخوریم. بریم سراغ کامنت نداره یک که. جمله‌ای، کامنت یک جمله و این عکس مبهم. خب این عکس کجاش مبهمه؟ مقوا دیگه الان مقوا نیست. از موقعی که کینگ مجتبی شد مقوایی، مقوا خیلی حرمت پیدا کرده معنی توی داره. رژیم، برای بسیجی‌ها خیلی معنی داره. الان هر بی احترامی به مقوا یعنی بی احترامی به ولی فقیه جدید. یعنی اینی هم عکسی که- میشه این یعنی تو با کاتر برداشتی داری مقوا میبری، یعنی اقدام علیه امنیت ملی کشور. تو یعنی قصد جون ولی فقیه رو کردی. اینجوری باید به این عکس نگاه کنی. اقدام علیه امنیت بله. نظام. یه چیزش هم مجازاتش هم معلوم. بینندگان عزیز، از اینکه ما رو در این کامنت همراهی کردید از شما ممنونیم. تا روزی دیگه و دیداری دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیروز و